أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم، بنده میخواهم از این کتاب بدان که از کتابی که در تاجیکستان ما و شما کتاب بسیار مشهور و معروف و هر یک طالب علم و هر یک اهل علم از این کتاب استفاده بردگی هستند و استفاده برده استاده اند. از این حساب بنده میخواهم این کتاب را درس بکنم، درس صوتی را، آوازی را پیشنهاد کردم. بعضی از دوستان بسیار خواهش کردند که بهتر است که درس ها به طریق ویدیویی شود و نوشته به سمع شما برسانیم یا به چشماتون شما ببینید تا اینکه فهمیدن این کتاب براتون آسانتر و قلیتر باشد و قلیتر گردد. اکنون کتابی چی است؟ کتابی بدان. این کتاب نامش بدان است، به زبان فارسی است. این رو بنده محمد شریف عبدالعلیم رونویسی کردگی هستم، یعنی که را اصلش در تاجیکستان دستنویس است. این را من رونویسی کردگی هستم و بعضی توضیحات در حاشیه این کتاب گذاشتگی هستم. حالا درس ما و شما درباره فقط از کتاب بدان است و بس. حاشیه اش را نمیخوانم. هر کسی که طالب علمی که میخواهد استفاده برد، پس این کتاب را میتونید از زیر این ویدیو در یوتیوب پیدا بکنید، سلکه را، رابط را که شما را به پی دی اف این کتاب میبرد و میرساند. خب این کتاب بدان هست. اکنون کتاب بدان می نویسیم در اینجا. کتاب چی؟ کتاب بدان. کتاب بدان. درس امروزه ما درس چی است؟ درس یکم، یعنی که این یکمین درس هست از این کتاب. خب داخل میشویم به کتاب. در این کتاب اولا بنده یک مقدمه گذاشتگی هستم که این مقدمه درباره این کتاب صحبت میکند که این کتاب چقدر کتاب مفید است. از این کتاب برادران ملاهای تاجیکستان از گذشته چندین سالها شد از این استفاده میبرند. حتی برادران ازبک و برادران اویغور از این کتاب استفاده میبرند، زیرا که این کتاب بسیار کتابی سهل و آسان و خوب و قلی هست برای کسی را که میخواهد زبان عربی را خوب از خود بکند، یعنی گراماتیکش را گراماتیک زبان عربی را از خود کند. بسیار قلی هست، یعنی که این علم صرف درباره صرف صحبت میکند. اکنون بعد از مقدمه، بعد از بعض گفتارها درباره این کتاب شروع میشود درس، یعنی که خود متن کتاب. چطور گفتیم که ما فقط چیزی که کتاب بدان هست همون را میخونیم. اینجا که توضیحاتی که بنده گذاشته هستم، این توضیحات رو حالا نمیخونم، هر طالب علم خودش میتواند که بخواند و استفاده برد. خب درس ما و شما اولا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده و در صفحه یکم. پس میگویم کلمات عرب. پس موضوع درس امروزه ما و شما کلمه های زبان عرب هست. یعنی درباره چی صحبت میکرده است؟ درباره کلمه. موضوع درس ما و شما کلمه هست، کلمه زبان عرب. کلمه در زبان عرب به چند قسم تقسیم می شود. این را انشاءالله در این درس ما و شما خواهیم گرفت. خب بعد از این بدان به زبان فارسی تاجیکی است. از همین کلمه گرفته نام کتاب رو بدان ماندگی هستند. یعنی بدان یعنی چطوری که ما و شما بدان میگیم، یعنی بفهم، از خود کن، درک کن. این را میگن بدان. اسعدک الله فی الدارین. این دعا هست برای طالب علم، برای کسی که این کتاب رو به دست میگیرد و میخواند. میگوید که اسعدک الله فی الدارین، یعنی که سعادتمند بگرداند الله تو را در دو دار. دارین یعنی دار دنیا و دار آخرت. هم در دنیا و هم در آخرت الله تو را سعادتمند و خوشبخت و انسان نیکویی بگرداند. اکنون بعد از این میگوید که کلمات عرب بر سه قسم است. اکنون میگه کلمه زبان عربی همگی سه قسم هست. ما و شما این تقسیم رو شروع میکنیم. اکنون کلمه همگی به چند قسم تقسیم شده است؟ به سه قسم. یکم، دوم و اینش چی؟ سیوم. کلمات زبان عربی به سه قسم تقسیم میشود. اکنون حالا نامهایشان رو میخونیم که چی است. میگوید اسم است و فعل است و حرف.
یعنی که کلمه های زبان عربی به سه قسم تقسیم می شود. نام یکم قسمش اسم هست، اسم، و دوم فعل، و دوم چی است؟ فعل هست، و سوم چی است؟ حرف. این انواع چی است؟ انواع کلمه های زبان عربی. پس ما قرآن را، سنت را، کتاب های حدیث را و تمام کتاب های عالم را، هر عرب را گوش کنیم، کلمه هاش از همین سه قسم بیرون نیست. یعنی در تمام عموم گپ زدگیش عرب یا اسم استفاده میبرد یا فعل یا حرف، یا که تمام استفاده بردگی عرب اسم و فعل حرف است و بس، از این بیرون نیست. اکنون یک تا یک تیره ما و شما باید مثالش بگیریم که اسم یعنی چی، فعل چی و حرف چی. صاحب کتاب میگه اسم همچون رجلون، میگه که اسم مانند چی است؟ مانند رجلون. ببینید رجلون کلمه چی است؟ زبان عربی است. رجلون، رجلون. فعل همچون ضربه، فعل مانند چی بوده است؟ مانند ضربه، ضربه. و حرف مانند چی است؟ من. صاحب کتاب دو مثال آوردگی است، من و چی؟ عن، من و عن. اکنون این کلمه ها چی هستند؟ ببینید این رجلون، این چی است؟ اسم هست. ببین در راست چی آوردیم؟ اسم. اسم. فعل مانند چی است؟ ضربه، ضربه. حرف مانند چی است؟ من و عن. ببینید من و عن. این هست درس امروزه ما و شما. درس امروزه ما و شما عبارت یا موضوع درسمون همین است و بس. بعد از این دقت بتید اکنون کتاب بدان درس اول ما و شما درباره چی صحبت میکند؟ درباره کلمه، کلمه های زبان عربی. کلمه های زبان عربی به چند قسم تقسیم میشوند؟ به سه قسم. به سه قسم. یکم قسم چی بوده است؟ اسم. اسم مانند چی؟ مانند رجلون. رجلون معنیش مرد. بطورش که ما شما مرد میگیم به عربی چی میشود؟ رجلون. پس رجلون معنیش چی بوده است؟ مرد. مرد این اسم هست. پس به هر زبانی که نام اشیا، نام اشخاص، نام حیوانات و نام پرنده و درنده، همه اینها در قسم چی میدراید؟ در قسم اسم میدراید. یکم قسمی کلمه. دویم قسمی کلمه چی بوده است؟ فعل. فعل. ببینید فعل. فعل مانند چی است؟ ضربه. ضربه معنیش زد و مرد در زمان گذشته. ضربه این فعل هست. ضربه دو چیز را در بر میگیرد. اسم یک چیز را در بر میگیرد. این را هم بنویسیم به خاطر فایده و در آینده اینها بسیار مفید است. رجلون یک چیز دارد. اون چی است؟ یک چیز دارد. اون چی است؟ معنا. معنا هست. و ضربه دو چیز را در بر میگیرد. یکمش معنا را، یعنی که معنا دارد. دویمش چی است؟ زمان را. زمان را یعنی وقت را در بر میگیرد. پس شما دقت بتید وقتی که ما میگیم رجلون مرد، یعنی معنا دارد که مرد، اما زمان در بر نمیگیرد. یعنی مرد در زمان گذشته، حاضر، فردا، نه، مرد نام یک شخص. برای خاطر فقط معنا را در بر میگیره خلاص. زمان ندارد. اسم زمان ندارد. لیکن فعل دو چیز را در بر میگیرد. یکم معنا، ببینید ضربه زد معنی کرد. دویم زمان، کی زد؟ در زمان گذشته. ببینید دو چیز در بر گرفت. اکنون بعد از این چی است؟ حرف است. حرف نه به تنهایی معنا را در بر میگیرد، نه زمان را. این حرف معناش به ما بعدش معین می شود. یعنی به تنهایی معنا ندارد. وقتی که در کلمه می آید بعد معناش آشکار می شود. مثلا من از می شود، عن همچنین از می شود. اکنون بعد که این در کلمه که بیاید من و از، پس معناش آشکار می شود. مثلا میگیم که ذهب محمدون. ببینید مثلا میگیم که ذهب محمدون من. ببینید کلمه من استفاده بردیم. من البیت
من البيت إلى المدرسة مثلا، إلى المدرسة، إلى مدرسة. ببینید ما و شما خود در اینجا گفتیم که ذهب محمدون، یعنی رفت محمد من البیت، من کلمه من آوردیم یعنی از، پس معلوم شد که من به معنای ابتدا بوده است، یعنی از اول رفتن. من البیت از خانه اول برآمد و الی المدرستی. الی حرفی چی است؟ همچنین حرفی الی همچنین حرف است. الی با یعنی تا آخر رفتنش کجا بود؟ مدرسه بود. الی المدرسه، به مکتب رفت. پس حرف معناش وقتی در کلمه می آید معناش آشکار می شود، واضح می شود. اما اسم معنا دارد، فعل معنا و زمان رو در بر می گیرد. این هست خلاصه درس امروزه ما و شما. و هر کسی که این را اگر خوب فهمید، انشاءالله درس آینده، درس دوم، پس شروع میکنیم تقسیم اسم را که باز اسم تقسیمات خودش را دارد، فعل تقسیمات خودش را دارد. این را در آینده، درس آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد. و تا اینجا این درس را به پایان میرسانم و یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و سربلند و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.